یو گایز ارادت خوش اومدید به اولین قسمت از واکتور بازی سایلنت هیل اف. قبل از اینکه بازی رو شروع کنیم بهتون بگم که قرار کلی واکتور از بازی مختلف براتون بذارم، داستان کامل بازی رو بهتون بگم. بعد از تموم شدن پارت های بازی، حالا بسته به ژانری که داریم، محتوای فان، اکشن یا ترسناک از اون بازی براتون میگیرم و در نهایت یک کلیپ که داستان کل بازی رو توی حالا یه تایم کوتاهی بهتون توضیح میدم. ممنون میشم سابسکرایب کنید، لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید و بازی اگه مد نظرتونه توی کامنت ها میتونید بهم بگید که بازی بعدی اون میشه باشه. برو بریم. خب بریم سراغ بازی. امیدوارم که خوشتون بیاد. 私は一人でも全然寂しくないの。仲間外れなんか気にしないもん。ひなこ、ひなこ友達のところに遊びに行ったんじゃなかったの？男の子と遊ぶ子はおままごとに入れてあげないだって。じゃあお姉ちゃんと一緒におままごとしよっか。本 خب چی شد؟ お姉ちゃん、何かいいことでもあった？داشت خاطرات بچگیشو مرور میکرد. お姉ちゃんって小さい頃からずっとお姉ちゃんだったんだなって。 اینم خواهرشه که نشونش نمیده، مثل که حالا داستان چیه معلوم نیست. これお姉ちゃんにあげる。綺麗だわ。ありがとう。خب داشت میگفت که مامانش داشت میگفت که چرا نمیری با دختر دیگه وقت بگذرونی باشون بازی کنی و اینا. گفتش که من به بازی احمقانه اونا توجه نمی کنم و بیشتر وقتش رو با پسر رو میگذرونده. یه مقدار متفاوت بوده. اونم که نشون داد خواهرش بود، یعنی فیسش معلوم نبود. گفت مرسی که همیشه حواست به هم بوده و یه گیفت بهش داد. حالا اینکه چرا فیس اونو نشون نمیده معلوم نیست. موزیک باحالی داره. ایتم دارک و سنتی ژاپنی.ひなこ親に向かってその言い草は何だ。お父さんやめてください。純子があんなにも高校娘なのに、どうして妹の前は何もかも正反対なんだ。どこ行く？話はまだ終わってないぞ、ひなこ。お父さん、ひな子だって分かってくれてますよ。分かってたらどうしてあの態度になるんだ。これも全部お前がひな子をずっと甘やかしてきたからだろう。ひな子、お父さんはね、あなたのためを思って友達のとこ行ってくる。早めに帰っておいでね。خب
بچه داستان بازی تو سال 1960 بعد از جنگ جهانی دوم بوده یه جورایی. そんなこと تو اون تایم حالا تو داستان‌های بر اساس واقعیت یه مرسالاری خیلی شدیدی توی جامعهشون بوده. این چیزی هم که نشون داد داشت به سر دخترش داد میزد که تو به حرفای من گوش نمیدی، به هم احترام نمیذاری و به مادرش داشت میگفتش که تو این از بچگی لوس بار آوردی و این حرفا. یه جورایی اقتباسی از اون داستان بود به نظرم. خب این چیه؟ میگه نشونه های از روباهایی هستش که به شهر اومدن تازگی ها. من میدونم که نسل پیرتر آموزش دیدن درباره احترام گذاشتن به این روباها و نگران کودک ها هم که سعی کنن اونا رو بترسونن یا حالا آزار اذیتشون بدن. اوکی. کالکشن جورنال جی. یه قسمت درباره کاراکترها داره، قسمت هم درباره خود بازیه. اسم کاراکتر بازی شیمیزو هیناکوه. میگه که چیز خاصی درباره من نیست به جز این که بلندتر از دخترای همسن و سالمم و قبلا توی کلاب دو میدانی بودم که این منو بهتر از دختر دیگه میکرد توی ورزش و عادت داشتم که دور اطراف خونه دور و بر برم بدو و اینا و این از زمانی اتفاق افتاد که ترجیح میدادم با پسرها بازی کنم. خب درباره مامانش شیمیزو کیمی میگه اگه بخوام یه لغت براش انتخاب کنم اینه که اون رقت انگیزه. بله. کسیه که بار خشونت ها و سوء استفاده های شدید پدرم رو به دوش میکشیده. وقتی که من بچه تر بودم ازم حفاظت میکردم مقابل پدرم. انقدر ازش بدم نمی اومد ولی الان واقعا ازش بدم میاد. از اونجایی که بابام سرش داد میزنه یا چیزی به سمتش پرتاب میکنه یا اونو میفرسته بیرون نیمه شب برای خرید الکل، ولی اون بازم بهش وفا داره. من نمیتونم و نمیخوام این راهشو قبول کنم. شیمیزو کانتا درباره پدرشه. میگه وقتی که اولین بار لغت همسر مرد سالار به گوشم رسید، کسی که قلدر بازی در میاره برای زنش، اولین نفری که به ذهن من میاد پدرم به ندرت حرف میزنه، منو نادیده میگیره وقتی که بهش صبح بخیر میگم، ولی اگه چیزی نگم به شدت عصبانی میشه و از کوره در میره. با یه چشم به هم زدن از کوره در میره و به سر مامانم داد میزنه و چیز میز به سمتش پرت میکنه. جونکو کینوتا جونکو این خواهر بزرگترشه که فیسشو باز اینجا نشون نمیده. رفته رو مخ من این موضوع. یکی از خوشگل‌ترین و مهربون‌ترین آدمایی که میشناسم. کاری نیست که نتونه انجام بده. بهترین خواهریه که یک نفر میتونه داشته باشه. همیشه هوای منو داره از وقتی که به دنیا اومدم تا زمانی که خونه رو ترک کرد و ازدواج کرد. خب بریم سراغ ادامه. خبری نیست. بعد بریم پایین. چه؟ بسته. این عبادتگاه ها میتونیم توی سیو کنیم.
私はどうしたら。اینجا چیه؟ مپ نداره بچه ها انگار. あちこちに祀られてい اون る。 روباه هاست که میگفت نبارش حرف زد. نماد اونا بود. یه مپی چیزی. 人気がないな。千鶴屋なら誰か来てるかな。 ابیسو گواکا. من توی یه شهر کوچک روستایی به اسم ابیسو گواکا زندگی میکنم. قبل از جنگ یه شهر زنده بود که مردم خیلی زیادی می اومدن برای معدن زغال سنگ و ساخت پل در قسمت‌های کوهستانی شمالی. بعد از اینکه ساخت و ساز پل به پایان رسید و معادن زغال سنگ بسته شد، فقط تبدیل به یک شهر کوچک غمگین شد. پل آهنی بزرگی که شهر رو به شهرهای اطراف وصل می‌کرد تنها یادگار از این شهر غمگینیه که قبلا پر از افتخار بوده.すいません。運転手さんいませんか？خب هیچکی تو این شهر انگار نیست. یا خدا این چیه؟ خفاشه؟ کلاغ بود انگار یا خفاش بود. خب 他の道を探そう。この先に抜け道があったはず。 شورتکات. یس. 絶対に呪いよ。あんなひどい死に方あるわけないもの。私なら絶対に。 یه نفر مرده داره میگه به جز اینکه نفرین باشه چی میتونه باشه؟裏切り者。サクコ。どこ行 ساکاکو くの？こっち通るの珍しいね。 رفیقشو پیدا کرد. تو معمولا اینجا نمیای. 千鶴よ。 چراغ راهو بسته بود. 今は誰かと喋りたくて。私も後から行くね。じゃあね。裏切り者。 صداش عوض شد. اولش بهش گفت ای خائن، با صدای خودش بود. بعد دومی صدایی که اومد عوض شد. یه چیزایی داره اتفاق میفته انگار. خب کجا باید بریم؟ محض رضای خدا. سازو تانی مایومی. نفر که گم شده لباساشو اینا رو گفته. 破られてる。 اونجا که بسته بود بریم این طرف. چرا بسته؟ لو シュウだ。 شو
よ相棒。シュウ。 پارتنر. あのさ、うん。 خب این از اوناست که میخواد بگه نمیتونه بگه. なんか言ってよ。お前こそなんか言うことはないのかよ。相棒にないんだったら私にだってない。お前らしいや。受け身な生き方なんてお前らしくないぜ。お前が自分で選んだ道なら俺はいつまでも応援するからな。 گوهش کاری که هر چیزی که انتخاب کنی من همیشه シュウ。 پشتتم. انگار مثلا پیشنهاد بهش داد با زبون بی زبونی. お待たせ。ひなこもいたんだ。リンコ。何の話をしてたの？ خب مثلث عشقیه. اینم از این خوشش میاد. این داداشمون کراشه انگار. いや、大した کراش 話。 بچه های تینیجره. 誰かとおしゃべりしたい気持ちだったんだ。 نفر بعدی هم اومد. 気が紛れたよ。それは良かった。お役に立てて光栄の極み。会えると分かってたら借りてた雑誌持ってくればよかった。ああ、貸したままでいいよ。リンコに貸した時点で戻ってくると思ってないし。んだとこんちくしょう。笑いすぎだよ。 گفت بعد یه روزنامه مجله داده بودم پس سردش به هم با این داستانا شوخی میکنن با هم دیگه. ねえひなこ、じゃあ私が借りてる500円も返さなくていいよね。サクコ利子つけて返すとか言ってなかった？ میگه منم بده مقدار پول بده کار بودم میتونم اونم نگه دارم ندم. いいこと聞いた。これからはサクコに貸すとき消しゴムであっても証文書かせるから。 خب دیگه شوخی میکنن با هم دیگه. ولی مهم نبود. خب ひなこ、ごめん。何？ توهمیه انگار. 裏切りも。 What؟ اوه پشمام قشنگ از این ترایبوفوبیاسا. مرد. چی شد؟ خدا روح مهه یه نفر پشتشه یا خود مهه مثلا مثل باسفایته نمیدونم ولی یه شیپی داره میبینید گو یا خدا برو کجا باید بریم بسته بپر چیه خونه گله What the fuck برو نه بس اینجا شت تموم شد چیه اینا اومد دوباره اومد کجا باید برم موبی آفا فاک رفتیم انگار کجا باید میرفتیم راهی ندیدم براش
چپ راست. آها اینجاست. گو. چپ راست. این مپی آخه مغز رضای خدا چیه؟ بسته آت ひなのしっかり。お姉ちゃん جوانکو اومد نجاتمون بده. مهر نیست انگار یه باسکتی پشتشه. هلسمون هم اومد پایین. これ週にもらっててよかった。 تو این حالم دنبال شوه. خب یه سری مسکن بهش داده که هلسو پر میکنه و سنیتی رو میبره بالا، سلامت عقل. みんな絶対無事でいて 1 くれ تا よ 8. اینم هلسمون رو پر میکنه. ここどこ？急いで咲子のとこに戻らないと。 اینجا چیه؟ کپسول دوباره. Tap to open the map V to view your objective. خب مپ داریم پس. تابا بزنیم مپ میاد. اوف. الان اینجاییم. چیزی دیگر هم بود. وی بود. خب آیتم هایی که داریم یکی رد کپسول، یه بانداج، اوماموری نداریم، وپن هم که نداریم. آها یکی رد شد. چشم به انتظار شوه آبجی کلا شو. خب シュウ、リンコ。 چون که بسته. بسم الله. این چیه؟ عروسکه؟ اشمام عروسکه ولی ازش خون داره میره. جالبه. شت یا خدا. خب الان باید چیکار کنم؟ مشت باید بزنمش. اسپیس تو avoid enemy attacks. با اسپیس داج میکنه. اگه پرفکت داج کنی استامیناتو پر میکنه. خب یعنی موقعی که میخواد اتکت بده داج کنی. یا خدا. خب برو فرار برو هیچی نداریم داره میاد.
بسته چرا بسته چه باید بریم مپ چیزی معلوم نیست چا کپسول نوت خب نوت دکتر میگه بعضی از مریضا هستن که با صحبت کردن هم حالشون خوب میشه و نیاز به دکتر اینا ندارن و بعضی ها نیاز به دوا و اینا دارن نبود آها اومد اینجا کمان کمان خوشگله بیا اینجاست برو بالا برو کپسول داره میاد همچنان یه وپنی یه چیزی آخه خالی どなたか خب خونه رو باید بگردیم قفله خب دیگه چیزی نیست که طبق بالا داره Resource can also be used as خب هلستو پر میکنه و میتونی آفرش هم بدی برای فیس حالا میشه ایمان نمیدونم چیه اینجا معنیش اشمام صورت اون مینیباس اولیه است انمی اولیه است بلادی کی نو بابا یه کفگیری دستبیلی به ما بده باز نمیشه خیلی عالیه شت ریدم کلید بلادیکی مال اینجا بود پس اون یکی مال پایینه فرار کجا بود درش بود یه راه هم بالا بود ببینیم چی اون چی اوماموری وال اوماموری میگه که نورمال اتک هایی که بهت بزنن اینتراپتد نمیکنه یعنی میتونی تو هم اتکشون بدی اوماموری بچه من قبلا خونده بودم دربارش توی فرهنگ ژاپن میشه چیزی مثلا یه طلسم خوب مثل همون چشم زخمی که خودمون داریم همچین چیزی P to equip خب اوماموری الان یوز شد باید بریم همونجا فکر کنم اینجا فقط واسه این آیتمه بود داداشمون اینجا هست
الان باز پشت دره. دیگه بی خیال ما شو. ای بابا سیش تیر دیگه بابا. پر کن. بعد برگردیم به جنرال استور. まずいシュウたち無事だといいけど جامپ. نکست. یه توفی چیزی بنداز روی اینا. خب فقط بد بود و این نیست بود. چیه؟ شونه عالیه. خب میگه این آفرا رو میتونی واسه هلس و سنیتی استفاده کنی یا میتونی بفروشیشون واسه فیس که مثلا بکنه واحد پولیشونه دیگه. ایمان. خب آفر آیتم این به همون 300 تا مثلا میده. بعد میتونیم باهاش اوماموری بگیریم. بک 300 تا میدی. یه دونه از اون تلسما باید میده. این لاین آف سایت انمی رو کم میکنه. میدون دیدش رو کم میکنه. خب سیف.リンコ کلا داستان فراره یعنی چه عجب بالاخره یه دستبیلی پیدا شد. مامان خب کلیک چپ لایت اتک، کلیک راست هیوی اتک. دمیج بیشتری میده و چانس داره که انمی ها استان کنه. چانس بیشتری داره. وقتی هم که استان باشن دمیج بیشتری میگیرن. سی رو بزنی قفل میکنه روی انمی مثل سبک مثلا بلاد بورن و دارک سول و اینا. خب زد آیلو بزن. بجا میزنه ها. خب نکست. بیا جلو. خب میگه یه ویژوال افکتی میاد دور انمی که اگه اون موقع راست کلیک روش اتک بدی کانترش میکنه. کانتر اتک. کنترل هم بگیری فوکوس میکنی بیشتر میتونی اون ویژوال رو ببینی. اوکی کنترل لو استان شد. اوش خیلی بجا میزنه حاجی. خوبه این مرد نیست انمی. کجا بریم؟ از اینجا؟ نه
ریستور وپنز. خب این چیز میکنه، وپناتو میتونی تعمیرشون کنی. با الان شماره 4 رو بزنیم، اون ستاره که ماهی که اون گوشه هستش دوام اصل همون. シュウどこにいる？ اما همچنان به دنبال شو. به به، سلام بیب. اولو میر مرد. چه سانیتی تو میبره بالا. سانیتی بکنم اون گولاییه که بالای سرمونه همون مثلا سلامتیشه دیگه، سلامت روانشه، 使えるものはない。 عقلشه، عقل. کپسول دوباره سیف. خب من چیزی نداریم که بفروشیم. بله دوستش مرد. البته این هم بود که اول بازی نشون داد که صورتش اینجوری خونی شد. فکر کن یه نور لامپ چیزی رو دید. Rest in peace. 小さい頃の咲く子の夢だったよね。堅苦しい神社じゃなくて駄菓子屋の娘に生まれたかったって。ここなら از بچگی آرزو داشتی که خانواده‌ات صاحب آب نبات فروشی باشن، نه یه معبد و اینا، ولی زندگی جور دیگه ای رقم خورد. 咲く子。帰りな。今日はもう閉店だよ。咲く子。 بهش میگه مغازه بسته است. 私やっぱり咲くことの約束守りたいよ。 این قولم رو همیشه نگه میدارم. یادم نیست خودش چی بود. The Monsters. هایلا بزن دیگه. این چی بود؟ پشمام گیر میکنه تو اونا بری. یکی هم اینجاست.
نکست بزن. اوه همه جی بدی داد. نه سخت شدی او. بک آقا ول کن ما رو. ای بابا الان نمیرم. آها ریچ کرده. کار یه جوراییه که مثلا داره توهم میزنه تو سرش همه چی. کم اینطوری به نظر میاد. یه جای دیگه کلا بیدار شد. صدایی داره باش حرف میزنه. فکر کنم همون رفیقمونه شوه. چی شد؟ اینا رو باید بذاریم روی این سکوها، پازلای معروف سایلنت هیل. ما چطوری آها من یه شکلایی داره روی خود آیتم ها، روی اون سکوها هم شکل هست، بر شکلشون باید یکی باشه. میاد اینجا، این میاد اینجا. این چه شکلیه؟ این میره اینجا فکر کنم. میاد اینجا. اینم که بعد برم بالا. Yes, let's go. فکر کنم باس فایته. اون آیتم قرمز اومد دوباره.
یه باری بالای هرسمون هست، اون سنیتیه اونه فکر میکنم داره تمام میشه، داره دیوونه میشه. برو 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 برو. هلپ. تو در باز کنی مرده. خب برو دیگه. شو شو おはよ نه う。 شو なされてい نیست. たかな。悪い目。怪我はないか。 میگه 怪我を یه するような کابوس ことは بوده. 私がする。君は体を大事にしなさい。 مواظب خودت باش. ありがとう。 それでは行こうか。ひなこ。 شخصیت ها رو انگار مثلا خیلی نمیخواد توضیح بده. خواهرشو که نشون نمیداد، اینکه ماسک داره، حالا پله پله انگار میفهمیم چی به چی هن و کی هن اینا. و در کل جالبه. حالا نسبت به 1 و 2ش خب این نسخه مستقل کلن، ولی 誰 بد نیست به نظرم. کجا بریم؟ Follow the fox. چی پرواز میکنه؟ کجا رفت؟ دیدید این شیپش چیز میکنه، شیفت میکنه بیسشو. آدم میشه روباه که تون میدوه. اینا چی هن؟ یه سری نمادن، حالا چی هن معلوم نیست. خب بالاخره یه وپنی گرفتیم، مثل که نایف اسکین داره، 2000 دلاری CS. بیوتیفول دگر. بله یه دگر زیبا بهمون داد. به 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 چه عجب. برو دیگه. یه معبد دیگه فکر کنم تو هر کنم از این معبدها یه سری پازل و اینا داره. کلید برامون آماده کرده. گو گو گو. آره شیپ شیفت داره. یهو میشه گرگ، اینجوری تون میره نمیبینیمش.
خب بچه های از پارت 1 ادامهش هم ایشالا براتون تو پارت بعدی میذارم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا فردا.